که سلام رفقای گل بزرگ، خوش اومدید به ویدیو فوق العاده خفن حضور سلطان علی. بشو سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه به همراهم. تو این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ نمیگم. قرار رازاتونو بخونیم. قبل ویدیو ازم پرسید. این ویدیو قرار رازهای کثیف شما رو بخونیم. اینا رازهای کثیفتون. کف دستم رازهای کثیفتون. قرار تک تک شونو بخونیم. یه دونه استوری گذاشتم داخل اینستا که رازاتونو بهم بگید. اگه اینستامو ندارید اینجا میاد فالوش کنید، اینجا فالو کنید. یاسی هم میاد اینجا فالو کنید. البته مال من اینجا میاد. چنل رو سابسکرایب کنید که کلی از ما حمایت می‌کنید. ویدیو لایک کنید. لیتس گو. بزن بریم سراغ ویدیو. اولی نوشته من به نمایندگی از اونایی که پیام میدن که هیچ رازی ندارن اینو تایپ کردم. پرچم همشون بالاست. باشه بابا پرچم این راز حساب بدون راز بود. نه این بدون راز تو میخونم به جون بچه‌ت. بدون اجازه مامان بابام یوتیوب نگاه میکنم. مگه یوتیوب اجازه میخواد؟ مگه آدمای کثیفی مثل تو توشن؟ آره جدی یوتیوب که اجازه نمیخواد. یعنی تو یوتیوب چیز بدی نیست که اجازه بخواد. میشه وقتی دبستانی بودم از یکی خیلی بدم میومد رفتم کل جوهرهای خودکارش رو ریختم توی کیفش و جامه دادیش. خیلی کار داشتی که خیلی کات رفته خونه مامان باش زدنش. شاید زدن اینطوریش کردن. اینطوری کردن. الان ما رو یوتیوب بلاک میکنه به جرم کودک آزاری. یکی از دوستام هک کردم و فهمیدم که حالم چرت و پرت پشت سرم گفتن. خدا وکیلی عکسش میخوره کلا 13 14 سالش بشه. من زمشن تو بودم. فرق دختر پسر نمیدونستم. نمیشه از پولای داداشم برمی‌داشتم بدون اینکه بفهمه. بعد میگفت پولای من کی برداشتی؟ میگفتم من نبودم. این دزد. من نبودم دستم بود. تقصیر آستینم بود. که من کیف پولمو خونه جا میذارم. مسیج بانکیاش میاد کیاسی با کارتم کلی خرید میکنه. حتی یه بار چجوری مسیجش میاد؟ تو خودت نمیدونم خرید کنم. بردی با خودت. نه یه چیزی که من یه بار بهش پول دادم بره واسه مامانم کادو بخره. 25 یورو از کارتم کم شده در حالی که اونا کلا شده بود 12 یورو. تو من کارت نداشتی پول نقد دادی؟ کارت دادم. پول نقد بود. تو کارت تو کرایه راه بود. دستمزدم. چقدر دختره شدم لب گرفتم. چقدر شما یعنی همینطوری یه گفتی شما دختر قشنگی بیاد حالا بگو. نشه که ماشین بابامو برداشتم رفتم دختر بازی تصادف کردم. اومدم خونه شب خواهرم باش رفت بیرون. برگشت بابام دید اونو. یعنی خواهر ندید که خراب شده؟ همه خواهرام اینقدر خنگم. میگم خواهر من فقط خنگه. من خنگم بیچاره. خواهرام بچه علی سر بقیه رو کلاه میذاره من سر علیو. بده 6. نشته فقط رازمو به هیچ کس نگی. یه گنج پیدا کردم داخل شهر متروکه در نزدیکی زایدان. همه گنج ولی فقط اینا برداشتم. فرار کردم. نوشته خیلی ناخوان نوشته چون روی عکس نوشته. خب میگه نگو. خب رازو گفتم. خب رازو رو گذاشته که بخونه. نه خب تو بخونی نه بقیه. میگم مال 10,000 سال پیشه. 10,000 سال پیش انسانا بودن؟ 3,000 سال پیش اشتباه. نوشته فقط اشتباهی من اینه که همه رو بر نداشتم. بعضیاشو برداشتم. یعنی تو گنج پیدا کردی نصفشو برداشتی. من بودم یاسی اگه با بود مینداختمش میگفتم خداحافظ یاسی رو بگیر اینجا یه گنجه. من در حد گنج هستم. نه معطلت میکردم اصلا سگا دنبال اونم تو رو معطل میکردم که ببرن. چرا سگ اونجا تویی؟ پیج من دوستان اگه روم کراش باشن بچه‌ها نوشته بود که راستش من روی تو کراشم. شماره تو بنویس تو کامنت. نوشته یک سری رو تخت مامان و بابام بودم. بعد تو خواب جیش کردم. بعد پا شدم کل تخت زرد شده بود ولی سریع تمیز کردم و هیچ کس نفهمید. زردیشو با چی تمیز کرده؟ همون کاری که تو میکردی. بچه یازی کل زندگیش شاشی بوده. من راضی ندارم اما یکی از دوستام نامزد داره. دوست پسرم داره. بعد رفیق پسرم داره. همچنین پسر خالش با همشون و جالبش باباشم را چرت و پرت نگو. طرف میگه یکی از دوستام نامزد داره. دوست پسرم داره. دوست پسرم داره. رفیق پسرم زیاد داره. با باباشم رابطه داره. اینجوری نکنیم موج بکسی. نه اینجوری بگم که بچه‌ها عمق فاجعه رو درک کنن. گوشیمو روز اولی که خریدم گم کردم کسی نمیدونه. یکی همونجوری خریدم یکی دیگه همونجوری خریده. این خیلی پول داره. یه گوشی هم واسه ما همینجوری بخرم. همینجوری گوشی گم کردم. گوشیم نیست.
نشته از دست بدم میاد ولی به بقیه میگم خیلی دوست دارم و پیش بقیه به ظاهر از روی علاقه میخونم ولی اینطور نیست. متاسفانه این مشکل رو همگان دارن دوستان. من ندارم. بعد دست خوشت میاد؟ من از ریاضی انگلیسی خوشم میاد. نه بقیه درسا خوشم میاد. خب بقیه از شیمی هم خوشم میاد. شیمی؟ آره شیمی. من شیمی تا رو نخوندم. چجوریه؟ شیمی دیگه شیمی. قراقاتی میکنی همه چی؟ تو آزمایشگاه میری؟ آره. خب آزمایشگاه رو همه دوست دارم. مثلا کلاس کامپیوتر میرفتم دوست دارم ولی رو کتاب کامپیوتر رو میخوندم دوست نداشتم. من یک بار گوزیدم صدا داد بعد به عمو گفتم پسرش بود. اون هم پسرش رو زد گفت این چه کاریه جلو بزرگترا. کاری که همیشه نمیکنه. آدم با حیاه. مثلا تو خانواده من معروفم به حیا داشتم. حیالی منو صدا میکنه. حیالی اینطوری میگن. خب درسش حیالیه. من فکر میکنم تو 3 سالگی کلام گذاشته. دقیق یادم نمیاد بفهمم کی بوده خارش. دقیقا چجوری به این نتیجه رسیدی؟ آخه میخوره بزرگ باشه 25-30 سالشه بعد الان داره فکر تو 3 سالگی یکی کاری باش کرده الان میگه بفهمم کی بوده. نه الان که بزرگ شده میتونه بگه وقتی بچه بود نمیتونست بگه بچه بود. خیلی دارک شد. تازه بفهمم اگه کی بوده که نمیدونه کیه. یعنی زیاد بود. عموی من توی فوتبال PS4 خیلی قویه کسی نمیتونه ببره. من برای اینکه ببرمش یواشکی رفتم بازیکناشو ضعیف کردم و بردم 5-0 بردمش و برگاش ریخته بود و هنوزم نمیدونه فکر میکنه قویم و اولین نفری هم که بردم. میدونم روز عجیبی نبود ولی چقدر آدم کثیفی هستی. میدونستی به میگم پوفیوزی؟ وقتی بازی میکردیم بچه دسته منو میکشید من که نمیفهمیدم. گفت این تویی ول کن دستمو یاسی. دستت ول کردم. نوع سگ. من بالا یه شب رفتم خونه دیدم نه مامانم هست نه بابام. بعد منم عروسی بود که خونه خالی و زنگ بزنم رفیقام بیان اشغال کنیم. بعدش یه لحظه زنگ خورد گفتم شاید رفیقم ولی از شانس بعد من عموم و زن عموم با دختر عموم اومدن. آقا عموم گفت بابا تو مامانت کجا؟ گفتم دارم میان. هیچی بابا تو مامانت هیچی دیگه. اونا خداحافظی کردن رفتم. من درس می‌خواستن دختر عمومو خونه ما بعد خودشون برن اشغال. آقا ما هم خونه تنها لازم لاسه کنم گرفتم نیم ساعت بوسش کردم از یکی ادامهش کو. آره دیگه گرفت نیم ساعت بوسش کرد. کیو؟ دخترمون شده که گذاشتن اونجا بوسش کرد. بوسش آره یک متر نوشتی. خب میگفتید خونه خالی بود عموم اومد دختر عموشمون گذاشت رفت منم بوسش کردم. خیلی طولانی بودی میان که تو گفتی. خب نوشته که من فرزند خوندم. چه اشکالی داره؟ فرزند ناتنیه یا فرزند خونده یعنی اینکه گرفتنش. فرزند خوندم چه اشکالی داره؟ مهم اینه خانواده داری. مهم اینه فرزند مهم اینه دوستت دارن. مهم اینه فرزندی. تو من خوندگیش نگاه نکن. یه بار معلم خودم رو که دختره انگشت کردم علی یک حالی دار. راهاشو نگاه کن. داداش تو مرد کودک میری کیو انگشت کردی؟ دوست دارم یه بوکسور معروف بشم. این که راز نیست این آرزو بود داداش. راز اینه که بچه ها مثلا علی یه موجود خیلی لاشیه. بله. با پسر دوستم خوابیدم بفهمه جرم میده. پسر دوستت چند سالشه؟ خودت چند سالشه؟ پسر دوستت چند سالشه؟ بچه باز خودش چند سالشه؟ واقعا که نمیدونم ولی گنده مونده میخوره باشه. یه بار رفیقم رفت دانشگاه ماشینشو داد دست من بعد من خرابش کردم ماشینو باشر زد 4 میلیون گذاشتم رو دسته. 4 میلیون؟ آره خیلیه داداش. خیلیه باور کن 4 میلیون من یه سال علیو کرایه میدم. من تو 5 دقیقه 4 میلیون چیپس خریدم واسه خودم. پام یه مدت شکسته بود خونه دایی موندم خونه آبجی موندم تا مامانم نفهم دایی از کجا اومد. دایی آبجیش دایی از تو ذهن من اومد. خونه دایی آبجیش مونده. آبجی دایی اصلا اینجا نوشته نشده. دایی اومد تو ذهن اومد دایی. ولی این چرا آتوسا اسمش ولی عکسش پسر چیزی مربوط نیست. What are you fast داداش؟ نشه من نمیدونم کرم دارم یا نه ولی نزدیک 5 یا 6 تا ماشین تا الان پنچر کردم ولی هیچ کس نمیدونه. خیلی کار زشتی کردی. خرج گذاشتی رو دست مردم. خیلی کار زشتی. 10 ثانیه تو چشم من زل زدن اگه نخندیدیم من حاضرم بهتون پول بدم. شرط میبندم اگه نخندیدی تو کامنت ها بنویس بهت پول میدم. خدا منم الان میرم مینویسم نخندیدم. به قیافه علی خدای خنده داره. خودش هم میدونه. دوباره 1 2 3
اگه خندیدی کامنت بذار، اگه نخندیدی کامنت بذار که نخندیدم. اگه خندیدی و نخندیدی لایک کنی ویدیو. یه دختر توی پیجت هست که من ازش خوشم میاد که منم میشناسه، به اسم دورسا 4397. میخوام که استوریش کنی. آره خلاصه ببین محمد ازت خوشش میاد دورسا. اگه داری این ویدیو رو میبینی برو دایرکت محمد بگو منم از تو خوشم میاد و اینطوری یه زوج به هم میرسن. علی خیر تو که به همه محمدا گفتی شاید همه محمدا برن. اون محمدی که تو میشناسی خوشا خیلی محمد بشناسه. محمد ادیتور من نه، اون محمدی که تو میشناسی ادیتور من از این کارا نمیکنه. ادیتورش خیلی کثیف‌تر از این حرفاست. دوست دختری داداشم پیام دادم گفتم ببخشید ما نمیتونیم با هم باشیم چون من با مامانتم. از گوشی داداشش پیام داده گفتم ببخشید. کثیفی هستی از این کارا نکنیم بچه‌ها، از این کارا نکنیم. امتحان کنم. ما زندگیمون رو سیاه میکنیم، ما زندگیمون دست شماست. بچه‌ها خیلی راز محمد ادیتور یه چیزی نوشته. ادیتور هم نوشته خسته شدم از بس راز ادیت کردم. بهت میگم بس کن کسکش بی‌تربیت. وقتی سر محمد واسه بچه‌ها باید بازم ادیت کنی. محمد من جا بودم رفقای گل رازاتون خیلی زیاد بود. مرسی که همتون شرکت کردید. اگه که خونده نشد این ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید که پارت بعدی رو هم به زودی بسازیم. اینستا هم میاد اونجا ما رو فالو داشته باشید. سابسکرایب کانال یادتون نره. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خفه شو. چرا وقتی خونده نشده لایک کنن؟ همه لایک کنن که تو پارت‌های بعدی خونده بشه. اون عقب مونده. دمتون گرم. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا. من بیشتر دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. چرا تو خوابت با کله میاد تو سابسکرایب می‌کنی یا اینجوری میذارم فرق سرش. قطع کن.